سلام دوستان، ارادت. میخوایم کارنامه یکی از خاص‌ترین کارگردان‌های تاریخ سینما رو با هم دیگه بازش کنیم. برادران کوئن، دو تا برادری که واقعا با حضورشون تو سینما دنیای سینما رو زیر و رو کردن. تو این ویدیو اول زندگی نامشون و سبک کارشون رو با هم میبینیم و در ویدیوهای آینده هفته به هفته فیلم‌هاشون رو مورد نقد و بررسی و تحلیل قرارش میدیم. برادران کوئن، دو تا برادر اهل مینسوتا آمریکا که اسمشون با سینمای متفاوت و غیرقابل پیشبینی گره خورده. جوئل و اتان از همون بچگی به دنیای داستان و تصویر علاقه داشتن. یکی بیشتر سمت ادبیات میرفت و همیشه عاشق نوشتن و قصه سازی بود، یکی دیگه سمت تکنیک و دوربین. همین ترکیب پایه‌گذار یکی از خاص‌ترین همکاری‌های تاریخ سینما شد. برخلاف خیلی از کارگردانا که کارشون رو تنهایی شروع کردن، کوئن‌ها از اول 2 نفره بودن. با یه دوربین 8 میلیمتری خونگی شروع کردن به تجربه کردن و قصه ساختن. هیچ وقت هم مسیرشون رو مثل جریان اصلی هالیوود نرفتن. همیشه یه راه دیگر رو انتخاب کردن. چیزی که سبک کوئن‌ها رو خاص میکنه ترکیبی از موضوعات متضاده. یه لحظه داری یه قصه جدی و خشن میبینی، یهو وسطش یه طنز سیاه میاد که خندت در میاد. شخصیت‌هایی میسازن که از دور ساده و حتی احمق به نظر میان، اما وقتی دقیق‌تر نگاه میکنی پر از پیچیدگی و لایه‌های پنهانن. دیالوگ‌هاشون پر از جزئیات و طنز کلامیه. جمله‌هایی که وقتی میشنوی هم به فکر میری هم میخندی. مضمون کاراشون معمولاً درباره 3 تا سرفصل اصلیه: تقدیر و سرنوشت، آدمایی که گیر موقعیت‌هایی میافتن که کنترل چندانی روش ندارن، پوچی زندگی، طنزی که از دل تراژدی در میاد، خشونت و جنایت، اما نه به شکل هالیوودی پرزرق و برق. خشونت پیش اونا همیشه سرد، واقعی و حتی گاهی خنده‌داره. از نظر فرمی هم خیلی وسواس دارن. کادرهاشون دقیق و حساب شده است. هر چیزی جاش مشخصه. با نور پردازی و رنگ بازی میکنن تا فضا رو همزمان واقعی و عجیب بسازن. و موسیقی هاشون همیشه موسیقی به شکلی انتخاب میشه که با تصویر تضاد یا همخوانی خنده‌دار داشته باشه. برادران کوئن همیشه علاقه داشتن ژانرها رو بشکنن. یعنی چی؟ یعنی مثلا تو فکر میکنی داری یه فیلم جنایی کلاسیک میبینی، ولی یهو همه چی تبدیل میشه به کمدی. یا یه فیلم کمدی رو شروع میکنی، کم کم میبینی آخرش داری با یه تراژدی سنگین مواجه میشی. انگار همیشه میخوان با انتظارات تماشاگر بازی کنن. برای همین تماشای کاراشون مثل یه تجربه دوگانه است. هم سرگرم میشی، هم به فکر فرو میری، هم میخندی، هم جاهایی بغض میکنی. یه نکته جالب درباره‌شون اینه که تقریباً همه چیز رو خودشون انجام میدن. فیلمنامه رو خودشون مینویسن، کارگردانی رو با هم انجام میدن، حتی تدوین فیلم‌هاشون هم معمولاً خودشون انجام میدن با یه اسم مستعار. یعنی کنترل کامل روی همه چیز دارن. برای همینه که فیلم‌هاشون اینقدر منسجم و متفاوت از آب در میاد. برادران کوئن نشون دادند که سینما فقط یه فرم سرگرمی نیست. میتونه همزمان جدی، عمیق، تلخ و خنده‌دار باشه. اونا به ما ثابت کردند که زندگی پر از تضاده و سینما بهترین جا برای نشون دادن این تضاد هاست. پس اگر بخوای کوئن‌ها رو در یه جمله خلاصه کنی، اونا استاد نشون دادن پوچی و زیبایی زندگی در یک قاب هستند.